عشق داداش، ساده ترین غذای دنیا رو درست کن، من تنبلم. چه جالب، منم همینطور. یک عدد سینه لیدی مرغ. هر مدلی بلدی بخوردش، ترجیحاً نواری. بند داخل ظرف همسایه و فلفل سیاه، پودر سیر، پاپریکا، پودر پیاز، زردچوبه و نمک. حالا با یک کم روغن زیتون، ماساژی تایلندی مهمانش بنمای. بذار یک کم این خودت استراحت کنه. داخل ظرف یه دونه یومورتا رو بشکن و همین. حالا هر مدل دلستری که دوست داری نصفش خالی کن داخلش. نمک، پودر سیر، فلفل سیاه، آرد، بیکینگ پودر. حالا تا صبح همش بزن. حالا سینه لیدی مرغ را داخلش کن و آپگریت بنمای. حالا هم تو روغن کلی داغ با شعله کم بذار دو طرفش مغز پخت شه. اینجوری باید خوشگل بود. داخل یه ظرف دیگه 2 تا قاشق ماست، خیارشور و سیر رنده شده، نمک، آب لیمو و همین. و بیا بزن بر بدن تنبل خان. دست در نکنه. درست کنید و سفاشه ببرید. نوش جونتون. میگم نظرت چه غذا رو بیرون بیاری؟